سامانه درخشان نقطه تیجی تقدیم میکند. آن نگار ترانه مرا برد و با محبوبه‌اش سپرد. چون عشق خود، چون ترانه خود و محبوبش مست گشت. خدای عشق را می‌فریبند، ترانه را می‌فریبند، محبوب را می‌فریبند. محبوبی را که ترانه نمی‌گوید، محبوبی را که ترانه می‌گوید. خدایا مست می‌گردد محبوب، خدایا پست می‌گردد محبوب، خدایا مفتون می‌شود محبوب، خدایا دل خون می‌شود محبوب. دستش را به دستم می‌گیرم و می‌فشارم و خیر می‌گویم. از این شاد می‌گردم که به دستش آوردم و از دستش نمی‌دهم. نمی‌اندیشم که دل را باید به دست آورد، نه دست را. نه، می‌اندیشم اما او دل ندارد. خبر می‌آورم که نگارت دل به جوان داده. حیران می‌شوم و می‌گویم خدایا او دل داشت. آه دلم آن نگار را گرفت و عاشق شد. آه افسوس، عاشق جوانی دیگر. صدای پای تو می‌آید، صدای پای تو می‌آید، صدای پای تو و تا مغز و استخوانم می‌رود. مغز و استخوانم پر از صدا می‌شود، پر از صدای پای تو. اما تو در کنارم نمی‌آیی تا کنارم پر از تو شود. گرچه مغز و استخوانم چون صدای پای تو از تو پر است. نگار مرا مردم غیبت کنید و بگویید که تا دل شب سخن از گیسو و ابروی تو بود. میگویند که آدمانی نزدیک را چون غیبت بکنند بیاید. نگار مرا مردم غیبت بکنید، غیبت. از انتظاری مردم اخیر. مردم گفتند چشمانی سیاهی نگارت از بخت سیاحت گواست. بیخبران ندانستند که آب حیات در ظلمات نهان است. سهراب جهان برای کانال درخشان تیجی.